حقایق تازه رابطه عصام فرزان با عالیه انصاری و معلوم شدن تاریخ نامزدی عالیه با عصام، از رابطه عاشقی تا بالاخره نامزد شدن این دو جوان. عالیه انصاری در کجا زندگی می کند؟ شوهر اول عالیه انصاری کی بوده است؟ برای فهمیدن حقایق بیشتر در این باره بیننده این ویدیوی من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عالیه انصاری هنرمند خوش صدا، نام آشنا، صدای سوریله و یکی از هنرمندان موفق و محبوب کشور است که شهرت هنری خوبی هم دارد. عالیه انصاری در یک خانواده هنری در کابل دیده به جهان گشود و در سن طفولیت افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد. عالیه در کشور آلمان بزرگ شد، اما بعد از ازدواجش در شهر لندن زندگی میکرد. عالیه انصاری اکنون دارای 2 فرزند می باشد، ولی از همسر اولش جدا شده است. دلیل جدایی عالیه انصاری از همسرش مخالفت‌های وی در راه هنر موسیقی عالیه بوده است. عالیه انصاری، برادرش تمیم ناله و خانم برادرش بلقیس یونسی از جمله هنرمندان خوب کشور هستند. عالیه انصاری در سال 2016 کنسرتی را در افغانستان برگزار کرد و در این کنسرت خوب درخشید و توانست شهرت هنری خوب هم کسب کند. جدیداً عالیه انصاری قرار است با عصام فرزان، هنرمند کاملا جوان که کارهای هنری خود را از ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد، نامزد شود. عصام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و در آنجا هم چندین آهنگ دوگانه با عالیه انصاری سرود که مورد حمایت و تشویق مردم قرار گرفته است. من هم پیوند نامزدی این دو جوان را از صمیم قلب تبریک گفته آرزو دارم و پای هم پیر شوند. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان عالیه انصاری و عصام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.